الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. بعضی برادران و خواهران وقتی برای آنها نصیحتی کرده شود میگویند دل من پاک است، گپ در دل است، من نیتی بدی ندارم. مرد مسلمان با زنی بیگانه ساعتهای دراز با تلفن یا در شبکه‌های اجتماعی صحبت‌های محرمانه می‌کند. زن مسلمان با مرد بیگانه دست به دست سلام می‌کند و با او مثل شوهر خود هزل و شوخی‌ها می‌کند. در شبکه‌های اجتماعی رسم‌های بی‌حجاب خود را می‌گذارد و مردان را بیقرار می‌کند. ولی همین که اگر به اینها نصیحتی کرده شود میگویند که من نیتی بدی ندارم، دل من پاک است. با این سخنان خود را بیگناه جلوه میدهند. مقصد اینها این است که در قلب ایمان به خدا و پیامبر دارم و مسلمانم. باقی عمل کردن یعنی اجرا کردن فرمانهای خداوند و باز ایستادن از آن چیزهایی که خداوند منع کرده است ضروری نیست. ولی خداوند برای این گونه مردم در آیه 32 سوره نجم می‌فرماید: استعیذ بالله فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی. یعنی خودتان را نستایید و پاک نشمارید، او به کسانی که پرهیزکاری نموده اند داناتر است. یعنی تنها خداوند میداند که دل کدام انسان پاک است و کدام انسان چقدر از گناهان دور است. پس شما خودستایی کردن نگویید که دل من پاک است. تنها الله یگانه از دل شما خبردار است، اما پاکی و ناپاکی آن به دیگران ربطی ندارد. و در دیگر آیت خداوند می‌فرماید: استعیذ بالله الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. یعنی مگر شخصانی که ایمان آورده اند و عملهای صالح انجام دادند، یعنی عملهای خوب و شایسته انجام دادند. این آیت در چند جای قرآن کریم آمده است، مثلا در سوره عصر، در سوره تین و باز در چند جای دیگر. شما بنگرید که الله متعال عمل صالح را در برابر ایمان ذکر کرده است. یعنی مگر کسانی که ایمان آورده اند و با ایمان آوردن بسندگی نکردند، بلکه در برابر ایمان آوردن عملهای صالح انجام دادند، به مثل نماز و روزه، حج، رعایت ستر و حجاب، پرهیز کردن از حرامهای خداوند و غیره، که اینها همه عملهای صالح هستند. برادر و خواهر عزیز، وقتی برای کار ناروایی که الله متعال از آن راضی نیست به تو نصیحتی کرده شود، هرگز مگو که دل من صاف است، من نیتی بدی ندارم. بلکه خوب میشد که به مثل حضرت آدم علیه السلام به خطای خود اعتراف کنی و غرور و تکبری را یکسو بگذاری، که همین اعتراف به خطا بود که توبه آدم علیه السلام از جانب خداوند پذیرفته شد. ورنه اگر به مثل شیطان غرور و تکبری میکرد و خود را سفید کرده این و آن میکرد، توبه اش پذیرفته نمیشد و به مثل شیطان رانده شده از درگاه الهی میشد. العیاذ بالله. برادر و خواهر عزیز، وقتی به شما در مورد گناهی که صادر کرده ایستاده اید به مثل صحبت‌های تلفنی با همدیگر، دست به دست سلام کردن و غیره نصیحتی کرده شود، شما میگویید که دل من پاک است و من نیتی بدی ندارم. پس من برای شما سوالی دارم که آیا دل پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و دل زنهای پاکش و دل یاران با وفایش همه ناپاک بودند که آنها از این گونه کارهایی که شما انجام میدهید پرهیز میکردند؟
پناه به خداوند. دل پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و دل زنهای پاک پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از همه دلها پاکیزه ترین بودند، ولی آنها چنین کارهایی که شما انجام می دهید هرگیز انجام نمی دادند. دنیا خیلی ارزان است، گاه آن را بای و کمبغل و شاه و گدا هم مالک می شوند، ولی جنت خیلی گرانبها است که اگر آن را با عملهای نیک و صالحت صاحب نشوی هرگز با مال و ثروتت صاحب شدن نمی توانی. هرگز آن را با این عملهایی که شما انجام می دهید صاحب شدن نمی توانید. خداوند همه ما و شما را هدایت به راه راست فرماید و ما را در راه دین استوار و ثابت قدم بگرداند و فهم دین و درست فهمیدن دین اسلام را برایمان توفیق عطا فرماید. آمین یا رب العالمین. و السلام علی من اتبع الهدى.